به نام خدا بخشنده مهربان. سلام وقتان بخیر. به یک ویدیو دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو ما همراه بید و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. متقی در صورتی که به شرایط ما توجه نشود اشتراک نکردن به نشست دوحه را ترجیح میدهیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفیر روسیه برای افغانستان گفته است که در صورت عدم توجه به شرایط این گروه در نشست دوحه اشتراک نکردن را ترجیح میدهد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه 25 دلو از دیدار متقی با سفیر روسیه برای افغانستان خبر داده است. او افزوده است که طالبان با نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد تماس نزدیک دارند. به گفته وی طالبان نظر خود را در مورد شرایط حضور احتمالی این گروه در نشست دوحه با سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشتند. یک مرد زیر شکنجه پسر مامای وزیر زراعت طالبان در فاریاب جان باخت. منابع محلی میگن که یک مرد زیر شکنجه حمیدالله دویی مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی قرقان ولایت فاریاب جان باخته است. منابع روزنامه صبح تایید میکنند که این مرد کمال‌الدین قره نام داشت. روز پنجشنبه 19 دلو از خانه‌اش توسط نیروهای استخبارات طالبان بازداشت شد و شامگاه همان روز این گروه جسد او را به خانواده‌اش تسلیم کرد. و گفته منابع پدر کمال‌الدین در ترکمنستان تجارت میکند و مدیر استخبارات طالبان این خانواده را تهدید به پرداخت پول کرده بود. طالبان از بازداشت صدها نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در هرات خبر داد. مدیریت مبارزه با مواد مخدر طالبان در هرات گفت 2500 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در نواحی مختلف شهر و ولسوالی های هرات بازداشت شدند. این دستگیری ها در حال اعلام می شود که طالبان افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر را تبلیغات خوانده بود. خبرگزاری باختر این خبر روز سه‌شنبه در شبکه X منتشر کرده. اطلاعات بیشتری در مورد جزئیات دستگیری این افراد و مقدار مواد مخدر ضبط شده منتشر نکرده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر را نگهدار کنم. گل سرفراز باشید.